درود بر شما. با یه ویدیو جدید در خدمت شما هستیم. در این ویدیو میخوایم در مورد مبحث کاراکتر و فونت و کلیت تکست در خدمت شما باشیم. بریم سراغ اصل مطلب. خب توی نرم افزار فتوشاپ ما با ابزار تکست میتونیم متن رو بنویسیم، ولی خب تنظیماتی که برای متن میخوایم در نظر بگیریم از طریق پالت به اصطلاح زیر مجموعه تکست هست که شما میتونید توی این قسمت به اون پالت دسترسی پیدا کنید. حالا اینجا هم هست. دو تا گزینه داره، کاراکتر و پاراگراف. دو تا تب کلی داره. تو قسمت کاراکتر شما دسترسی دارین به فونت که به عنوان مثال میتونید یه فونتی رو انتخاب کنید و این فونت رو مثلا انتخاب میکنیم، اینجا کلیک میکنیم و شروع میکنیم به نوشتن. در جریان باشید که این به اصطلاح نوشتار بهتره که به صورت باکس باشه که بتونیم تکستتون رو مدیریت کنید. اگر به صورت معمول بخواد باشه یه مقدار میتونه توی ادیت کردن شما رو دچار چالش کنه. پس پیشنهاد من اینه که برای شروع از باکس استفاده کنید. موستون رو نگه می‌دارید یه جا، موقعی که تکست فعال باشه یه جا میتونید موستون رو نگه دارید و با کشیدن موس یه باکس تکست برای شما باز میشه، میتونید داخلش تکستتون رو بنویسید. خب توی این قسمت پس فونتتون میتونید تغییر بدین، فونت های مختلفی که دارید. توی این قسمت ساختار کلی و فونتتون به صورت بولد یا رگولار که میخواد بشه رو داریم. حالا این بسته به فونتتون که چیا رو توش لحاظ کردین، اینجا میتونه گزینه‌های دیگه هم برای شما داشته باشه. اغلب برای فونت های انگلیسی گزینه‌های بیشتری برای شما داره، چون که ادیت کردن برای فونت هایی که بر اساس دیزاین انگلیسی کار شده بیشتر هست. توی این قسمت سایز رو میتونید تغییر بدید، انتخاب میکنید اون قسمتی که مد نظرتون هست در فونت و میتونید سایز رو کم و زیاد کنید. اگر از این عدد میخواستیم بیشترش کنید باید روش کلیک کنید، با کلیدهای نشانگر میتونید بالا پایینش کنید، یا که روی این تکست کلیک کنید و با چپ و راست کشیدن اینو بزرگ و کوچیکش کنید، یا هم که عددش رو بنویسید. مثلا بنویسید 200، یه اینتر بزنید، 200 میاد اعمال میشه روی فونتتون. توی این قسمت فاصله بین سطرها رو شما میتونید تنظیم کنید. خب طبیعتا موقعی که سایز یه متن رو دارین شما در نظر میگیرید، خود نرم افزار میاد بهترین فاصله بین سطر رو به شما میده، ولی چون توی فونت های فارسی ما یه مقدار ساختار نوشتارمون متفاوت هست بر اساس اون دیزاین های نوشتار انگلیسی، بعضا نیاز پیدا میکنید به این که فواصل رو کم و زیاد کنید. مثلا با عدد شما میتونید فاصله رو اینجا بزنید و با اینتر اون فاصله کم و زیاد میتونه بشه. اوتویی که شما در نظر میگیرید دوستان پیش فرضشه. خب این فاصله الان بین این دوتا زیاد شد. خب همیشه توی ساختار دیزاینی که شما کلیت کارتون نزدیک کنید به سطح، یعنی از ساختار خط خارج، اون خطی که توی مبانی هنر تجسمی هست، یعنی موقعی که اینا رو به هم نزدیک میکنید از دور چشم اینو به صورت یک کلیت سطح مثلا مثل مستطیل داره میبینه. این به این حالت بخواد باشه چشم دریافت بهتری از متن شما خواهد داشت. توی قسمت بعدی شما که این قسمت بیشتر برای فونت های انگلیسیه که اوریب توشون زیاد هست و حالت کرنینگشه که بین کاراکترها رو، دوتا کاراکتر رو میتونه یه مقدار فواصلش رو کم و زیاد کنه. به عنوان نمونه داریم تو همون منو میبینیم که V و A رو کنار همدیگه نوشته و بذارین همون تایپ کنیم که
متوجه باشین دقیقا توی تکست به چه صورت اعمال میشه. فواصل میبینیم که میتونه کم و زیاد کنه. حالا بسته به اون حروفی که شما دارین اینجا استفاده میکنید، به عنوان مثال اگر من اینجا یک وی رو بخوام در نظر بگیرم، فاصله بین این A و B اینجا میتونه تغییر کنه، این فاصله زیاد میشه. اینجا هم تصویری که اینجا گذاشته به همین صورت داره اونو نشون میده. بله من بزرگش کردم که کامل شما متوجه باشید چه اتفاقی داره میفته. در کنار این منوی دیگه ای که اینجا هست و به کارتون میاد، فاصله بین، به اصطلاح ترکینگ بهش میگن، فاصله بین نوشتارتون رو کم و زیاد میکنه، یه مقدار جمع و جور میکنه، یا که حالا مثلا فاصله رو بیشتر و کمتر بین کلمات و حروف میتونه فضا رو کم و زیاد کنه. باز این هم برای اینکه شما موقع تایپوگرافی میخواین در نظر بگیرید اعمال میشه. اون حالت پیشفرضش هم پس اون صفری که در نظر میگیره پیشفرض خودشه، ولی برای حروف فارسی طبیعتا نیاز هست که شما یه مقدار با این ساختار کار کنید، فاصله رو کم و زیاد بخواین کنید. توی این قسمت کلیت کار رو که به عنوان کشیدگی بالا پایین میخواد باشه به شما میده. خب ببین مگه فونتتون مثلا یه حالت به خصوصی داشته باشه که با این کار بخواد زیباتر بشه، و این در کل تغییر دادن این دوتا گزینه چندان زیبایی به کار شما اضاف نمیکنه، مگه چقدر شما شناخت در مورد فونت داشته باشید که تصور بر این باشه که هان با این اتفاق زیبایی میخواد به کار شما افزوده بشه. توی این قسمت رنگ رو داریم که خب طبیعتا انتخاب رنگ رو میخواین اینجا داشته باشین، چه رنگی مثلا روی فونتتون غالب بشه که این بالا هم رو دارین، و اینجا هم شما میتونید بالا پایین کنین تکستتون رو، یا یه قسمتی از تکستتون رو انتخاب کنین، از سطر میره بالا پایین، خط به اصطلاح کرسی این بالا پایین میتونه بشه. این اتفاقات رو اگر میخواین رقم بزنید حتما باید یک شناختی حداقل به صورت مقدماتی در مورد فونت داشته باشید. چیزی نیست که مثلا بگیم هر کسی بخواد از این استفاده کنه و نتیجه مطلوب بخواد بشه، باید حتما یک شناختی داشته باشید. توی این قسمت باز حالت بولد شدن رو داره که خیلی درشت‌تر از بولد به شما میده، این بولد و بلک با هم دیگه میاد. اینجا حالت ایتالیک داره، یه مقدار اوریب میشه اون ساختار نوشتار. و بذارید یه متن دیگه ای اینجا بنویسم براتون صورت انگلیسی، و اینجا داریم میبینیم که همه حروف بزرگ میشه، کپتار میشه به اصطلاح. توی بعدی حروف همه میاد کوچیک میشه، البته خب حروف اول طبیعتا بزرگه، بقیه میشه کوچیک. بله این مثلا اگر توی ریاضی توان رو مثلا ما میخوایم اعمال کنیم، میخواد با عدده بره بالا، این به همون صورت داره مثلا یه قسمت از تکست رو شما میتونید بالا یا پایینش کنید با این دوتا منو بخواد بالا پایین بشه. حالا توی ساختار نگارش هم زیاد استفاده میشه توی مقالات علمی و توی مباحث، بالا پایین میخوایم کنیم اینطور چیزا. این یه آندرلاینی زیر تکست شما میذاره و بعدی هم میدلاین میشه، یه خط وسط. گزینه‌های دیگه هم داریم که بسته به فونتتون اونا میتونن فعال باشن، یا بعضا اون فونت مثلا اون توانه اون ادیت رو نداره و
غیر فعال. توی فونت های فارسی اغلب اینا غیر فعالن، توی بعضی از فونت های انگلیسی ولی میتونی ازشون استفاده بکنید. بله، توی این قسمت ساختار متن فارسی شما میتونید تغییر بدین بر اساس عددها. حالا تو اون فونت دیدیم که تغییر نمیکنه، بذاریم فونت رو عوض کنیم توی فونت دیگه که تغییر بتونه اعمال بشه و متوجه باشید چه اتفاقی داره میفته. این فونت هم اتفاق خاصی نیفتاد تو اون قسمت براش. بله، اینجا داریم میبینیم که فونت درسته که ما انگلیسی نوشته بودیم ولی خب ساختارش فارسی. الان مثلا حالت عربی داره و خودش میگیره. اینجا حالت فارسی که 6 رو میبینید 6 فارسیه. این RTL عربیک زده، RTL عربیک که به هر حال ساختار لفت و رایتش میخواد باشه، چپ و راست به اصطلاح. خب بریم سراغ پالت بعدیش که میشه پاراگراف. توی قسمت پاراگراف ما چپچین، راستچین، میانچین رو داریم و بعد تمامچینی که به صورت فارسی بخواد بشه از راست تمامچین میکنه یا بخواد از چپ اگه نوشتار انگلیسی داشته باشیم. توی قسمت های پایین هم شما میتونید به این دسترسی داشته باشید که شروع پاراگراف رو بیارید عقب یا جلو. اینجا وسط چین، چپ چین و راست چین رو داریم میبینیم. تمام چین رو از حالت انگلیسی اگر بخواد باشه از چپ استفاده میکنیم و اگر فارسی بخواد بشه خب تمام چین از سمت راست. و توی همون ساختار باکسی که ما گذاشتیم نوشتار رو میذاریم. تمام چین از سمت راست میبینیم که کلیت خط رو پر میکنه خودش به صورت مشخص و شما میتونید توی این قسمت اون فواصلی که در انتها میخواد بشه رو تغییر بدید. بعضی از کلمات بیاد تو خط پایین قرار بگیره اگر این زیبایی نداره، بعضی از کلمات کشیده بشه، بعضی از کلمات کشیدگیش کم بشه تا به اون نتیجه مطلوبی که مد نظر هست بخواد برسه. می‌بینیم بعضا فواصل بین کلمات رو کم و زیاد میکنه خودش برای اینکه اون ریخت کلی نوشتار رو بتونه سرجم کنه. این هم که حالت تمامچین کاملشه که کل باکس رو پر میکنه. داریم میبینیم که این کلیت مستطیلی که توی باکس هست از این طریق میتونه اعمال بشه. اگر نوشتارتون یه نوشتار چین حساب شده و کاملی باشه اتفاق بدی براش نمیفته، ولی اگر فواصل بین نوشتار، چون بعضا شما نوشتارتون از یه جایی دارین کپی میکنین اون فاصله ها رعایت نشده میان اینجا پیست میکنین توی نرم افزار، بعد استفاده از اون امکان داره که این مقدار چالش ایجاد کنه. منو پایین هم فرو رفتگی اول پاراگراف رو میتونه براتون تغییر بده. این که مثلا یه حالت مارجین مانندی داره براش در نظر میگیره در چپ یا راستش. توی این قسمت اول پاراگراف رو داره تغییر میده و تو قسمت پایین اگه پاراگراف انگلیسی داشته باشید فاصلش از خط بالا رو به عنوان اگر بخوایم در نظر بگیریم Accessibility shortcuts. بله، یه ابراز وجود کرد جناب. بله، اینجا فاصله رو از عنوان تغییر میده و میاردش پایین. این قسمت هم همیشه زمانی که فارسی دارین می‌نویسین دیگه تو قسمت راستچین در نظر بگیرید. اگر انگلیسی هم می‌خوایم بنویسین خب طبیعتاً چپچین. تیک پایین رو هم من پیشنهاد میکنم بهتون که حتما این تیک رو
فعال کنید. یک سری از اتفاقات که به اصطلاح چندان پسندیده نیستن رو میتونه مدیریت کنه که اون اتفاق نیفته توی تکست شما. به صورت کلی شما یک سری امکانات دیگه هم توی به اصطلاح پالت تکست دارید که از این قسمت هست. اونا رو به صورت مفصل و کامل در یه ویدیوی دیگه‌ای در آینده برای شما میذارم که در مورد اینا آگاه بشید.